تمام ویژگی هایی که در خود نفی می کنیم، از آنها بدمان می آید و یا در برابرشان مقاومت می کنیم، در ما جان می گیرند و از احساس ارزشمند بودنمون می کاهند. هنگام رویارویی با نیمه تاریک وجود خود، نخستین تمایلی که در ما ایجاد می شود، آن است که رویمان را برگردانیم و سپس سعی می کنیم با آن ویژگی وارد معامله شویم تا ما را رها کند. بسیاری از ما وقت و پول فراوانی صرف کردیم تا با خود روبرو شویم، اما از این 2 مرحله فراتر نرفتیم، در حالی که جنبه‌های پنهان و طرد شده ما به توجه بیشتری نیاز دارند. با حبس نمودن جنبه‌هایی که در خود دوست نداریم، نادانسته ارزشمندترین موهبت‌های خود را محروم می‌کنیم. این موهبت‌ها در دور از انتظارترین مکان‌ها نهفته‌اند. آنها در تاریکی پنهان شدند و سرسختانه می‌کوشند تا به ما بپیوندند و مورد توجه قرار گیرند. اما ما عادت کردیم که آنها را هرچه بیشتر به درون برانیم. این ویژگی‌ها همچون توپ‌های پلاستیک بزرگی هستند که می‌خواهیم آنها را با فشار زیر آب نگاه داریم. اما به محض آنکه فشار را کم کنیم، بیرون می‌جهند. ما انتخاب کرده ایم که به بخش‌هایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و در نتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم.